به نام خداوند مهربان. هموطنان عزیز سلام. امیدوارم صحتمند باشین. هفته را سپری کردین، امیدوارم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. خیلی خوش آمدین. یک چکر بینندش هستین و محمد قیمی هستم. برنامه امشب یک چکر خدمت شما تقدیم میکنم. مهمان یک چکر امشب ما خانم گلاله اکبری، نماینده مردم بدخشان در مشران جرگه هستند که انشالله بیشتر با ایشان خواهد آشنا شیم و در مورد ولایتی که بدخشان هست بیشتر خواهد آشنا شیم. پس همراهی ما کنید. بسیار تشکر اکبری صاحب که وقت دادین ما را. سلام به شما عرض میکنیم. سلام خدمت شما و بیننده های عزیز تلویزیون نورین. شما را خوش آمدید میگم. بسیار خوش شدم که شما وقتتان با ما دیگه صرف میکنید. زنده باشین. اکبری صاحب، بیاین بیشتر با شما آشنا شویم. میفهمیم که شما از بدخشان نمایندگی میکنین، شاید زادین بدخشان هم باشین. از کدام ولسوالی یک کمک در مورد خودتان بیشتر صحبت کنید. من از ولایت بدخشان هستم، از ولسوالی جرم و از یک خانواده رویانیون و در حقیقت خاندان مجاهده هستم و تمام فامیل ما و خانواده ما الحمدلله باسواد بودن و همیشه در خدمت دولت و ملت و مردمشان بودن و با افتخاری که ما از فامیل دارم دوباره که خودم هم خطی مشی فامیل ما و نیاکان ما تعقیب کردیم. من هم نماینده مردم بدخشان هستم. در دوره 15 و در دوره 16 کسب نمایندگی مردم بدخشان دارم و هم در بدخشان تا سال 61 ما زندگی کردیم. بعد از سال 61 تا سال 72 را در دیار هجرت در کشور اسلامی پاکستان بودیم با برادرایم البته و از اونجا مصدر خدمت به وطن و مردمم بودم که نماینده خانم هایی که در پاکستان و افغانستان بودن بادرسی از وا کار میکردم و همچنان در دفتر جمعیت اسلامی افغانستان عضویت دارم که یک عضو فعال جمعیت بودم و همچنان در انجمن خواهران در اسلام پشاور زیاد کار کردیم و مدتی را که در دیار هجرت بودیم ما هم به افغانستان می آمدم، هم به کمپایی که مهاجرین بود در چترال و در دیگر نقاط پاکستان به کمپها می رفتم و از مهاجرین دیدن می کردم و مشکلاتی که داشتن با نماینده های مهاجرین و را هماهنگی میکردم و کمک ها و مساعدت های را از دفاتر پاکستان که در اونجا دفترهای کمک کننده برای افغانستان بود گرفته به افغانستان در بخش تعلیم و تربیت، در بخش صحت روان میکردم و تا سال 72 را هم تعلیم خود درس و تعلیم خود پیش می بردم و هم وظیفه داشتم که در دو بخش، هم در بخش سیاسی و هم در وقت بخش معسل بودین؟ بله هم در بخش در حقیقت باعث استاد بودم در یکی از مکاتبی به نام مکتب بیایشه صدیقه و در بخش های مختلفی کار کردم. اگر من همه کارهای ما بگم خیلی وقت طولانی را در بر میگیره، شاید همه وقت ما و شما را مصرف کنم. سال 71 که من به افغانستان دوباره آمدم، یک مدتی در کابل بودم برای 5-6 ماه البته که چون وضعیت کابل خراب شد من دوباره رفتم به ولایت تخار. در ولایت تخار من در دوران مقاومت کاملا در تخار بودم با فامیلم با خانواده‌ام در اونجا که البته شوهرم و برادرایم در مقاومت سهم داشت و من در بخش کارهای سیاسی و کارهای تعلیمی کار فعالیت میکردم. بنان نظر به ضرورتی که شد و همچنان وضعیت ولایت تخار خراب شد، طالبان تخار گرفتن، ما دوباره به ولایت بدخشان رفتم به زادگاه اصلی خودم و در اونجا رفتم در بخش تعلیم و تربیه کمیته سویدن هم در تخار کار میکردم و هم تخار، قندوز، بدخشان 3 ولایت کار میکردم. باز در بدخشان پوزیشنم تغییر کرد در دفتر آقا خان، در اونجا بخش همبستگی ملی را به حیث تیم لیدر کار میکردم تا سال 84
سال 84 نظر به علاقه‌ای که خودم در بخش عرصه سیاست داشتم کاندید کردم در شورای ولایتی. به لطف خداوند و تشویق دوستایم و خانواده و فامیلم من بلندترین آرا را گرفتم و 4 سال نمایندگی مردم بدخشان در بدخشان داشتم. البته شورای ولایتی در سال 84 باز کاندید کردم به لطف خداوند و به ای که من کاری آیا کرده تانستم نتانستم به ملتم مردم با علاقه خاصی که داشتن به من رای دادن و من با بلندترین آرا پس به شورای ولایتی آمدم. باز کاندید کردم از او بالاتر به سنا. در سنا هم از 15 وکیل 10 وکیل بدخشان به من رای اعتماد دادند و مرا می نایسی نماینده مردم بدخشان به پارلمان افغانستان یعنی مشران جرگه روان کردند. خدا کند که من توانسته باشم نمایندگی مردم بدخشان به صورت درست و به صورت خوب پیش برده تانسته باشم و این بارم فعلا هم کاندید هستم در شورای ولایتی بدخشان که اگر خواست خداوند باشد دوباره بیایم به سنای افغانستان که من بتانم از این آدرس نظر به تجربه دارم، نظر به معلومات دارم، نظر به روابط خوبی که با مردم و با دولت دارم این بار خوبتر و بهتر بتانم که به مردمم کار بکنم انشالله. خانم اکبری میفهمیم که آمدن در سیاست جنجالای خود داره. گاهی وقتا تو شده که احساس خستگی کنین و پشیمان باشین از اینکه خود در این پست انتخاب کردید؟ اکثرا خود جنجال ها هست در همه بخش ها و خصوصا در عرصه سیاست بیشتر و زیادتر است از هر نگاه، خصوصا در شرایط فعلی افغانستان برای خانم ها و با آنم ما خسته شدیم، گاه خسته بودیم ولی هیچگاه پشیمان نشدیم که ما چرا این پوزیشنی که نمایندگی از مردم میکنه در آمده باشه، ولی خستگی داشتیم. بیشتر از چی خسته شدیم؟ از کار، از اینکه کار گاهی شده گاهی نشده، نتیجه بسیار تلاش کردیم که نتیجه مثبت بگیریم در آخر نتیجه نگرفتیم. مشکلات های بوده که نیازمندی های معکلین ما اصلا خواد زیاد بوده باشه، چیزی را که اونا خواستن ما نتانستیم. مثلا یک برنامه را گرفتیم، یک پلان را که سریع زود تا یک اندازه کار کردیم روی مشکلات و پرابلمی که فعلا شما میبینید در دولت است و نتیجه نداده. از در این باره آدم خسته و مایوس میشه. واقعا از بدخشان کمی قصه کنین. فعلا وضع در بدخشان چگونه هست؟ میخوایم که چند وقت پیش خیلی نارام بود بعضی از ولسوالی ها. بدخشان همه شما میدانید که یک ولایت دوردست، یک ولایت واقعا مردم دانشمند، مردم با ایمت، مردم مجاهد و مردم متدین هستند. مردمی هستند که همیشه از خود میخواهند که استفاده بکنن از بازو از ایمت خود، ولی با همه مشکلات ها اینا ساختن و گزاره کردن. ولایتی بوده که در قرنها از یاد دولت فراموش بوده ولی در این سال اواخر با توجهی که نماینده‌های مردم داشته و تلاشی که خود مردم داشتن دولت توجهی کرده تا اندازه ما تانستیم که کمی از مشکلات مردم ما حل بسازیم. ولی در این اواخر مشکلات های در عرصه امنیت داریم ما که در چند ولسوالی ما ناامنیایی بوده، یک اندازه تلفات از اولادهای فقیر و غیور مردم بدخشان ما از دست دادیم و هنوزم بعضی جاها زیر تهدید و زیر فشار است. ما امیدوار هستیم که بتانیم این مشکلات ها را حل بسازیم و مردم بدخشان باره به طرف امنیت و آرامی ببریم انشالله. بیشتر کیا هستن که میخواد امنیت بدخشان را به هم بریزن؟ آیا طالبا هستن یا از نام طالب هستن؟ بله، هم طالب است و هم کسایی هستن که از نام طالب استفاده میکنن و همچنان بدخشان یک ولایت است که با 3 کشور هم مرز است و از مرزها دستایی هستند که در بدخشان کار میکنن و میخواهند که اوضاع امنیتی بدخشان آرام بسازن. میبینید که شما بدخشان یک نقطه‌ای بوده که در دوران مقاومت، در دوران جهاد یک سنگری قوی برای مجاهدین و برای کسانی که افغانستان
به حساب فتح کردن برای از وا بودن، چی در دوران اول انقلاب و چی در دوران مقاومت. تاریخچه از او و بک‌گراند از او ایره ایجاب میکنه که امروز دشمنان سر از او کار بکنن، اونجا را نارام بسازن. خانم اکبری، از بدخشان چند نماینده ما شما داریم در مشران جرگه؟ ما 3 نفر سناتور داریم و 9 نفرم در ولسی جرگه داریم و 2 سناتور ما انتخابی است و 1 نفر سناتور ما انتصابی است. بسیار. و تو گاهی وقتا با هم نشست می داشته باشیم؟ بله، همیشه ما نشست با با نمایندای ما که در ولسی جرگه هست و در مشران جرگه همه روزه ما سر موضوعات و مشکلاتی که از بدخشان به ما میرسه سر از او بحث میکنیم و تصمیم میگیریم و میگیم که در این موقعیت شما صحبت بکنین و این موضوع را شما پیشکش بکنین و این موضوع را ما. فضل خدا الحمدلله بین ما 3 نفر سناتوری که در مشران جرگه هستیم بسیار صمیمیت و محبت است، هیچ نوع مشکلی فضل خدا تا هنوز ما نداریم. اکبری صاحب، بیشتر مکلینتون که در کابل نزد شما میان اونا از چی شکایت دارن؟ آیا تنها از بدخشان می باشن یا از ولایت‌های دیگه هم هستن؟ اصلا ما نماینده مردم افغانستان هستیم. وقتی که کسی در پارلمان افغانستان بود نمایندگی از همه مردم افغانستان میکنه. فضل خدا ما معکلینم از هر ولایت بوده، حتی گاهی بوده که از قندار و هلمند ما آمدن به یک آدرسی که ارتباط با ما داشتن توسط دوستای ما، توسط ارتباط و شناسی که با خودم داشتن. از ولایت سمت شمال عموما با ما میاین و خصوصا از بدخشان زیبا که من نمایندگیشان دارم، اینا میاین شکایاتشان این است که برای مشکلات مردم زود رسیدگی نمیشه در عرصه چی تعلیم و تربیت، صحت است و دیگه مشکلات هایی که دارن رسیدگی درست نمیشه و امکانات و امتیازات بدخشان نسبت به نفوسش، نسبت به وسعت و بزرگیش کم است. اگر بدخشان ما تقسیم بکنیم مقایسه با دیگه ولایت بکنیم شاید 3 ولایت شه، ولی ما امتیاز امو ولایت امجوار ما نمیگیریم که شاید نیمی از بدخشان باشه. در این عرصه ما تا هنوز نتونستیم که یک امتیاز درستی بگیریم که در همه بخش‌ها یک دستاورد قوی از دولت و امتیاز خوبی داشته باشیم. در اینجا ما پیش ملتمون کم هستیم. بازم خوش آمدید هموطنان عزیز، یک چکر بینندش هستین. خانم اکبری در این برنامه همراه ما هستن. خانم اکبری، از وضعیت خانم ها در بدخشان بگین که چقدر نسبت به سابق تغییر کرده یا با اون صد باقی مونده؟ نه فضل خدا تغییرات در عرصه زنان در عمومی ولایت من فضل خدا خوب است. خصوصا در بدخشان زنها سهم فعال دارن، زنها در همه بخشها کار میکنن و در ادارات دولتی و مؤسسات خارجی سهم فعال دارن و همچنان در تعلیم و تربیت امروز شاید بیشتر از 60% طبقه اوناس باشه، چی شاگرد و چی استاد عرصه زنا در بدخشان خوب است. ولی در بخش ظرفیت سازی با خانم هایی که از طبقه فقیر و بیسواد هستند و کاسب هستند ما هنوز نتانستیم که با اونا یک برنامه های خوبی را روی دست بگیرن. چندین بار با وزارتخانه ها ما هماهنگی را کردیم که ما یک پلان و برنامه داشته باشیم که خانم هایی که در خانه است او را به اجتماع بکشانیم و اونا را مصروف بکنیم، بالاخره اونا خودکفا شوند که بتانن در اجتماع هم سهم داشته باشن و هم از دست خود یک عاید و پیدا داشته باشن که اینا بتانن در خانواده‌شان هم سهم بگیرن در عرصه اقتصادیشون. بسیار عالی. اکبری صاحب، دوست دارین دمی نماینده مردم که فعلا هستیم باقی بمانین تا آخر یا پستای بلند آخر کاندید کنیم؟ این بار خود تصمیم دارم که دوباره به سنا بیایم، یک بار دیگه در سنای افغانستان نمایندگی
مردم بدخشان کسب بکنم و در آینده باز تصمیم میگیرم که چی خواد کنم. آیا در عرصه سیاست بانم آیا که از این خارج شوم پیشترم. اگرچه ما سیاست از خردی دنبال کردیم و شاید ما خیلی سیاست ما سابقه بیشتر داشته باشه نسبت به 2 دوره‌ای که در پارلمان بودیم، در عرصه سیاست کار کردیم. وقتی کسی که در یک سازمان باشه، در یک تنظیم باشه و همیشه کارهای سیاسی است، ولی امیدوار هستم که از خانواده‌ایم، از فامیلم، از اولادایم کسی باشه که در آینده خط مشی مرا تعقیب بکنه ان شاء الله. از خانواده قصه کنیم، کیا با شما موافق هستن، کیا مخالف هستن؟ در خانواده فضل خدا همه با من موافق هستن. اگر وا موافق نمی بودن من نمیتونستم که بار سوم خدا کاندید بدم، ولی همه موافق است، همه همکار است، همه تشویق میکنن، همه دیگه دوشا دوشی من دیگه کار میکنن و مرا دیگه تنها نمیگذارن. تشویق دوستا، خانواده، فامیل، هم فکرها، هم مفکرها و هم اندیشایم بوده که امروز مرا تا این قسمت امرای کرد. سالی دوست دارین که اولادای شما خودشون تصمیم بگیرن یا تاکید شما مکررن باشه که باید پستی که فعلا شما هستین اونام باشه؟ اصلا هر کس نظر به علاقه‌ای که داره خود تصمیم میگیره. بازم تأثیر خانوادگی و تاکید والدین یک تأثیر خود داره و ضرور است. بسیار عالی. آنچه که آرزو داشتین خودتان چی از موقعی که متعلم بودین، محصل بودین، تا حالا به آرزو رسیدین یا هنوز باقی است؟ خدا شکرگزار هستم. الحمدلله خداوند برای من همه نعمت‌ها را از وقتی که چی طفل بودم و دوران جوانی، دورانی که خانواده دار شدم و به حساب ازدواج کردم، اولاد دار شدم، تا این زمان همه چیز خداوند به من داده و من شکرگزار نعمت خداوند متعال هستم. خداوند دیگه روزی آخرت هم برای ما نیک بکنه و خوب بکنه و ما را از برکتش و از نعمتی روزی آخرت هم نصیب بکنه. در دنیا همه چیز فضل خداوند به ما داده. شکر الحمدلله. واقعا بسیار تشکر خانم اکبری، بسیار تشکر از اینکه در برنامه یک چکر حاضر شدین و دعوت ما را پذیرفتین. میخوایم صحبت آخرتان را بفهمیم که پیامتون بیشتر چی است؟ بیشتر از بدخشان مردمایشان پیامایشان و خواستایشان چی است؟ همیشه خواسته ها و پیام های مردمی بدخشان به ما خوب بوده، نیک بوده و پیام های سالم بوده. یک پیامی نبوده که خدای نخواسته یک انگیزه خراب داشته باشه. همیشه لطف کردن، مهربانی کردن در بخش هایی که ضرورت بوده و در بخش هایی که نیازمندی بوده در عرصه ها برای من پیام دادن و مرا به کار انداختن. و بازم از ملت بدخشان امیدوار هستم که مرا باز هم تنها نگذارن و مرا همراهی بکنن، همکاری بکنن. قسمی که دی 2 بار به من همراهی و همکاری کردن، بازم همراهی و همکاری از واره ضرورت دارم، نیاز دارم و من کسی هستم که همیشه در خدمتشان بودم و بازم در خدمتشان هستم. سپاسگزاری و تشکری میکنم از همکاری هایشان، از ای که مرا همیشه دوستی مرا گرفتن و مرا تنها نگذاشتن. بازم همکاریشان خواهان است. بسیار تشکر. هموطنان عزیز، از شما هم تشکر که ما را همراهی کردید. خدا نگهدار.